نه یا خودروی بی ام دبلیو هوشمندتون را با توالت رفتن مسلمانای ما مقایسه بکن. اگر راست میگی مطلب علمیتونه بیا با مطالب علمی ما مقایسه بکن. ما در آیات قرآن کریم یک همچین آیه‌ای داریم میفرماید ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. آیه قرآن میفرماید به راستی که خدا شرم نمی کند، خجالت نمی کشد، عیب و عار نمیدونه برای خودش که بخواد مثالی از یک پشه بزند فما فوقها و آنچه بر پشت پشه قرار گرفته است. قابل توجه این مقاله فوق علمی تألیف سال 2024 نیست، مال 1400 سال پیشه. الان فهمیدن که بابا جون من پشت پشه یه سری حشره دیگه هست به نام میت. این میت ها که پشت پشه چسبیدن اینا از بدن پشه تغذیه میکنن که اصلا با چشم غیر مسلح قابل دیدن نیستن. فما فوقها 1400 سال پیش. بازم خیلی بی انصافی. تو داری از حرف دانشمندان الان حرف میزنی؟ اگر راست میگی و جیگر داری از دانشمندای 1400 سال پیشتون یه مطلب علمی بکش بیرون به ما رو کن، نه از الانتون. همین مطلبی که تو اشاره کردی هم خیلی مطلب کمی نیست. میگه آقا مستحب است وارد مستراح یا دستشویی میشوی با پای چی وارد بشی؟ با پای چپ. چرا؟ علت داره. سنگینی بدن سمت چپ بدنه. ولذا شما وقتی که کفش نو می‌خرید پای چپ براتون تنگتر از پای راسته، با اینکه سایز کفش یکی 42 43، ولی وقتی که کفش نو می‌خرید پای چپ برات کمی تنگتره. چرا؟ چون سنگینی بدن سمت چپ بدنه. از لحاظ فیزیک و حفظ تعادل اگر پای چپ جلو باشد پای راست عقب باشد و قرار بشه تو بیهوش بشی بدن به سمت عقب میفته نه به سمت جلو. برعکسش هم همینطور، پای راست جلو پای چپ عقب. اگه قرار باشه بیهوش بشی بدن به جلو میفته. ببین اومده یه برنامه‌ریزی کرده، میگه اگر ورودی مستراح به هر دلیلی حالت بد شد، سرت گیج رفت، فشارت افتاد، چه میدونم سکته کردی، هر اتفاقی هم که افتاد بدن تو بیرون از مستراح بیفته. 1400 سال پیش راجع به یه همچین مسئله فوق موشکافانه اومده معادله به من و تو داده. اگر راست میگید واقعا از دین خودتون که مال 1000-2000 سال پیشه یه همچین مطالب علمی بکشید بیرون نشون بدید ببینم. برای چی اینقدر ذهن جوونای ما رو میریزید به هم؟ برای چی اینقدر با روحیات جوونای ما بعضیا بازی میکنید؟